میخوای بدونی بودجه 1405 چیه؟ یه جنگه بین دولت و راندخورا. درآمد نفتی 70% ریخته. دولت مجبور کوچیک بشه. بودجه انقباضیه. هدفشون چیه؟ 3 سال فشار بیاد. تورم از 50 برسه به 20%. همین 1405 هم میخوان ارز رو تکنرخی کنن. یعنی رانت‌ها میسوزن. ولی راندخورا راحت نمیذارن. برای همین مجلس نمیخواد این بودجه رأی بیاره. ولی اگه رأی بیاره، میدونی چی میشه؟ از خونت مالیات میگیرن، از خرید و فروش ماشینت مالیات میگیرن، از حقوقت مالیات میگیرن، از پولی که میاد تو حسابت مالیات میگیرن. بنزین، آب، برق، گاز الان قیمت واقعی نیستن. همه یارانه این. یارانه ها دارن حذف میشن. یعنی همشون چند برابر میشن. مالیات 50% بیشتر از پارسال. ارز ترجیحی دارو حذف. کالای اساسی حذف. حقوق چقدر رفته بالا؟ 20%. تورم چقدره؟ 50%. یعنی هر ماه که میگذره فقیرتری از ماه قبل. ولی گوش کن، بیشتر از تورم باید نگران یه چیز دیگه باشی. رکود اقتصادی. یعنی پول نیست، کار نیست، کسی نمیخره، کسی نمیفروشه. خونه خوابیده، کاسبیا خوابیدن، مردم خرید نمیکنن، تولید وایساده، همه چی داره میخوابه. تورم پولتو آب میکنه، ولی رکود کارتو، کسب و کارتو، آینده‌تو میخوابونه. و از الان هر چی داری دلاری بسنج. خونت، ماشینت، پسندازت. اگه ریالی فکر کنی، ریالی له میشی.